Bakın şuna. Tuvana bakıyor. یک اما بعد پدران بزرگوار، برادران به نهایت عزیز و مهربان و مهمانایی که از دور و نزدیک تشریف آورده اید، قدم‌های یکایک شما را به این نوروز بین الملل تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند پاک تمنای آن را دارم که در تاجیکستان عزیز و محبوب و بهشت آثار ما دائما صلح و صلاح، یکدیگر فهمی، آسمانی صاف و بی‌غبار و دسترخوان پر از ناز و نعمت خداوند به ما و شما ارزانی دارد. نوروز بین الملل با تشبث و با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوروز بین المللی گرفته است. خداوند این نوروز را به همه جهانیان تبریک میگوییم و قدم‌های شما را بار دیگر به این درگاه خیر مقدم میگوییم. با اجازت حضرت‌ها، با اجازت همین راهبرای همین جماعت، امروز حاضر از نام مقامات حکومت سخن را به کارمند بخش جوانان برادر عزیز ما میدهیم و باز با یک آیتی از کلام الله و دعا از حضرت‌ها این معرکه را آغاز میکنیم. اگر راضی باشید یک کفوگی باشد. خداوند دستتون در نبیند. همه شما را باز دیگر خوش آمده میگویم. مرحمت. برادر عزیز ما، دادر ما سعید اسرار، مرحمت، کارمند بخش جوانان ناحیه. سلام علیکم. سلام علیکم تمامی مهمانانی از دور و نزدیک آمده. خوش آمدید به این نوروزگاه ما. نقشه چاره‌بینی های کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان آید به برگزاری نقشه چاره‌بینی های نوروزی، تجلیل نوروزی بین الملل، آید برگزاری چاره‌بینی های ورزشی ملی، یعنی فستیوالی چاره‌بینی های ورزشی ملی برگزار می‌گردد. یکی از نمودهای ورزش ملی این گشتین ملی میباشد که در جمهوری تاجیکستان، در تمام جمهوری تاجیکستان برگزاری نقشه چاره‌بینی یعنی مسابقه ها گذشته شده است. شما را بر این درگاه تبریک و تهنیت نموده، هر یک شما را بر این چاره‌بینی خوش آمدید میگویم و گفتنی هم که فرمایش کمیته کار با جنوب و ورزش در یک جایگی با فدراسیون فوتبال برای تهیه و پیشنهاد نمودن چاره‌بینی مسابقه ورزشی ملی از 20 مارس تا 30 مارس برگزار می‌گردد در سراسر کشور.
پهلوانای ناحیه رو به این روز تبریک نمودم. بران موفقیت ها آرزومندم. بگذار در آسمان صاف و برقبار جمهوری تاجیکستان همیشه نوروز پایدار باشد. سلامت سربلند باشین. مسابقه رحمت کلان خداوند همین خیلی جوانها را در صف ما زیاده کنه. دولت ما همش خیلی جناب عالی میگه در دست جوانها. برادر عزیز خوش آمدی در معرکه جوتا بیاب در گجوه میشنی. خوش آمدی. خب برادر عزیز بار دیگر حضرت بیدل میگه که اشک یک لحظه به میجگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. خداوند امر ما و شما را به مانند اشک کردگیه بچو. همین اشکی افتید ممکن که امر ما و شما کنده شود. در همین نوروزی همین مردمی جماعت آزادگان با مهنت حلال خودشو با دستگیری رئیسای محله با همه همین رئیس جماعت سرکردگی با پیشواش و با ملاهاش و همین کار خیر تشکیل کردگیان برای خاطر ما و شما. برادر عزیز زیاده از 20 سال که معرکه را ما میبریم. خاراکتر کاری اون به همه شما معلومه. با انتظام بیسته حلال حرامش دوباره را اعلان میکنیم. همین معرکه مردم معرکه خطو بدونه، همچون فرزند خطو حساب کنه. معرکه مردم باید به درجه ایستاده که در ریسپوبلیکا ما را باید همه رحمت بگیرن. حاضر خیلی گفتیم از قاری عزیز با یک آیت کلام الله سر میکنیم، دعا را از بزرگان میگیریم، همین قضیه سر میشه. مرحبا. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. با اجازه دعا را ما میکرده بستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لإماما ونورا وحودا ورحمة. اللهم إني أسألك عيشة حنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل بركات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل نعمتنا دائما وأولادنا عالما ودولتنا قائما ولا تسلط علينا ظالما. اللهم إني أسألك بركة في العمر زيادة في الرزق صحة للبدن توبة قبل الموت
راحة عند الموت مغفرة بعد الموت خلاصا عن النار و دخول في الجنة. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة و بكل كلمة كرامة و بكل آية عافیة و بكل جزء جزاء. الله مهربان عبادت های کردگی ما را، آیت های قرآن کلام خواندگی ما را به در بارت قبول بفرما. کم و کمبودی آن را عفو نما ما را و گذشتگان ما را از برکت آن بود. صلوات های بی پایان و راه پرفتوح منور حضرت رسالت پناه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل و اصحاب و تابعینشان. قسم بر روحانیت حضرت امام اعظم معظم کوفی صوفی رحمت الله علیه. قسم بر روحانیت جمیع گذشتگانی که حق آنها بر ما و شما هستند. پروردگارا گذشتگی های تمامی تاجیکستانی ها را رحمت و مغفرت و شایسته به جنت بگردان. پروردگارا دلهای ما را از وسوسه یوسو ویسو فیسو دور الناس من الجنت و ناس امین بگردان. الله مهربان زبانهای ما را با ندای فذکروا الله ذکرا کثیرا گویا گردان. الله مهربان هر کی را مراد است، حاجات است، طلب است، مقصود است، با لطف کرم خودت برآورده خیر بگردان. الله مهربان تاجیکستان عزیز محبوب و بهشتی آثار ما را با سروری پیشوای ملت خداوند در حفظ عصمت رحمت خودت نگهبان باشید. پروردگار دشمنای اسلام، دشمنای ملت ما را از دست و زبانش را خداوند بریده و کوتاه بگردانی و نیت های بچه و پروردگار دیگه مشرفشو نگردانی. الله مهربان امروز که روز خرسندی است از خودت فقط خرسندی مردم طلب داریم. پروردگار این نوروز عجمه، این نوروز بین المللی را خداوند در همه دنیا باز یک بار دیگر مشرف مبارک بگرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید، نور دیده، تاج سر. حضرت ها اگر یگان کمبودی باشد بخشی احسان قاری با بی مقصوم اگر با اجرت شما را اگون خوش آمده در قدم های همه تو جانم. خداوند با دعای فاتحه گوشتی را آغاز میکنیم. خداوند بعد یک دو مسئله با انشاءالله خیلی حاج خوبش بگومش. برای عزیز با میدان برای داوری تیاری بینند. در اینجا مسئول کلونی همین معرکه سرداور و راهبر ما تعیین شدگیم. خب یاردمچی من اکی اینا از سازمان جوانان نومش فراموش کردم. اکی حسن، اکی خالبازار روشن، کسی نومش گرفتم بیاید. خب ایشان شرف جان، خب اکی ولی، خب خوش انشاءالله باز ایدان رفته یک 5 کس ایمان همین 5 کس مرحمت به میدان بیاد اینجا ما خطیط و مصلحت میکنیم. بیا پروانه را بیارید دکست را گفتیم که از خورترین همین جوانا سر میکنیم، آغاز میکنیم. از طرفی دستی از طرفی دستی راستی اشانی حضرت جان آخه در نامش جانم حضرت ابراهیم یک افکوبی به افتخارش. از طرف دستی چپ من بهترین نام پیغمبر خدا است که عبدالرحیم عبدالرحمانی است. عبدالرحیم از شهر مرکز جمهوری ما شهر دوشنبه یک افکوبی شما در بین حرب پهلوانان هر دینمی ماشین چو از همین نام مردمی خیرخواه برای احترام همین دو جوان مردن حاج گوشتی گیرن بعد دواره با بعد میدیم شو. خب یک قفص بدن التماس، یک قفص به افتخار امریکا. یک پهلو و یک کف که چنو التماس بشو.
یا اوپلا 3570 свето мошина дуд кардестас хебра илтимос 2570 опел бачо ай кас аз бра мошин дар гирифтеста ешоне набутали амо абдурахим паҳлавона тиёр кирд масаж ки даст масаж якчи инова кине балвонуда بچه عزیز بیو میکروفون بیو همین قبوه هر بیانی دو در شاکوی ما یک بدست از همین سبب با حکم سرداور هر بیانی و غالب دانسته میشه یک کفش ما خب تو فاش مرحمت تو فاش بیاره اینجا تو فاش بیاره خب برادر عزیز خیلی گفتیم هر درنگ خداوندی بزرگ همین با آیت قرآن کریم که سر کرده معرکه را خداوند تا آخر همیشه خوشرودی و تنجی بروه پروردگار هر دمی دو در چاکای ما را ای الله بزرگ ای خدای بزرگ همین پهلوان جهانی شو بکن خداوند در عمر جون شو بهترین نعمت ها را نصیب شو کرد تن ساعت از همه نعمت خداوند بهترین نعمت تنسیتی و امانی است خداوند به همه ما و شما و علاق شد به این پهلوانی جهان پهلوان نصیب کنه خداوند به مانند پهلوانای جهانی به مانند رسول باقی و مانند استاد عزیز ما خدا رحمتش نکنه سیمومی رحیم و دیگران بهروز خواجه‌زاده که بعد 42 سال باز چمپیون جهان شد و مانند همون پهلوان همین برادرای ما را همین پهلوانای همین گردی گوشه نصیب گردونه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین حاضی وزنی برای گوشتی میگرستگی ای 50-60 بالا میاد فهمیدی؟ یک گوشه با مخرسان میشین شما دید در دستات جانم خدا دستات اولا نکنه برای همین خد در ناحیه ما باز بهترین همین فرزندای ما را تربیه میکردگی که زل دارند مهنت کردگیان فهمیدی؟ زیاده از 100 شاگرد تیار کردگیان در جمهوری چند تا چمپیون ریسپوبلیکا شدگیان این همینجا این اکای میرزای ایشانی شرف جانای اکای حسنای با اکای ولی ای هر جماعتی همین شهر ما را همخیلی سپارش دگیه که یک نفر هستند ای جماعت آزادگان اکای میرزا که در مکتبی 4 ترینی رای ای جماعت محور ایشانی شرف جان که در مکتبی 3 ترینی رای خب اکای حسن که راهبری همیای در دست شهر رایون سرداری همیای با اکای ولی در جماعتی چیه مرحمت بیاید برادرو اکای روشنف خالبادرو دعوت شدگیم پهلوای کلان که اومد اینجا با دوارا از دوشنبه اومدگیم بچو برای افتخار همین مردم برای خاطر نیک خوب رندگان ای دوشنبه اومده گیاد مهمونا که اومدن اما برادرای دوشنبه را تقریف بکنیم دواری نکنن التماس همین فرزند ما به خدا دعا شده گیم به شپنش جیگر نغالی اومد یک پهلوانا بشنوه نمی یک قرار قطعی پهلوانای کلان اگر قدم شپی همین مردکه آج خیلی رو دنجه شید اگر کسی که بده و بیای همین پهلوان رو بگه حوج مینم حلال هر دی پهلوان هم این معرکه خارج میشه همون بچه هم خارج میشه طوری هست؟ چی گپ های همین شپیدش حلالش گفت تو با اختا باید نشون میدی همینجا میدوی درنگ میپری این همین پهلوان های بفهمه کسی که اومد حوجت کرد حتی پهلوان جواب میشه محور از طرف دست راست من
خب از طرف دستی چپی من سایمران شو جماعت نمونه در بین هر دی پهلوانان یک کمپلیت کاری کلون اکه حسن خطی اکه مرزا قبول بید سراج دین جماعت برنامه کبود سایفدین از طرف دست چپی من سراج دین این برادرم دست از جماعت نمونه در بینشو یک کمپلیت کاری کلون اکه حسن قبول بید صددین از ناحیه 5 خب انوش جان از دهه خشمنزره سفیدران در بین هر دی پهلوانان یک کمپلیت کاری کلون اکی ولی بر معرکه را از طرف دست راستی من اصل دین از جماعت آزادگان از طرف دست چپی من فرخ از جماعت نمونه در بینش یک کمپلیت کاری کلان مرحمت جماعت شهرک از طرف دست علیم خان برادر عزیز به افتخار مردم رودکی برای بیخار عصبش خوش آمدی 200 کیلومتر به افتخار ما آمدگی اکبر جان ناحیه رودکی در بینش یک کمپلیت کاری کلان یک کمپلیت کاری کلان با علاوه می شود اسفندیار از ناحیه رودکی از طرف دست چپ من جهانگیر ناحیه 5 در بین هر دی پهلوان یک ادیار کاری کلان خب اصل دین پرتاتگی اصلی حلال مرحمت توفه شدگی آدم امی بیه سایفدت میگه ده همو دوره در بینش یک کمپلیت اکر اصلا قبول کرد همه که برای معرکه انموزه بشید از جماعت نمونه در بین هر دی پهلوانان یک کمپلیت کاری کلان شینیدن ده کسی که بیارید اصل دین یک غلبه نازنین دوره از جماعت آزادگان به نامش بابا جان از مرکز ناحیه جماعت شهرک در بین هر دی پهلوانان خب شبای کارهای داخلی که شما دید التماس خطوه که ما باید شما را گرد نشونه دیم همین معرکند هر جا تقسیم کنید یگان به انتظام شیشی این پاشت بگیره پاتت کش بگیر همین پاش ایبان دور باشند دیگه انتظام کدیمش به انتظامی کرد ما خبر کردیم همین روز گرسی روز خرسندی هم باشه ما یک گوشه جزا میدیم اکی میرزا به کسی که قبول که باشه با دم بده برای شما خیلی پیشید جماعت آزادگان آیت الله جماعت آزادگان از طرف دست چپ من سلامشاه جماعت محور در بین هر دی پهلوان یک ادیار کاری کلون شنید اکی نور نمیاد زیادی در ما داشتن نمیاد اما زیادی ندارو شد سیفدین که یک غلبه نازنین دارد رجب علی از جماعت آزادگان رجب علی آزادگان
نشان شرا جان دم بدید نشکسته نشی درنگ شی درنگه دو توفا به همین معیوب جمعون میبینیم به معیوبای کمی جان رسونده میشود بهترین خداوند دائم همیشه خرسان باشه این دو معیوب ما خدا میارم دو مسلم میارم اگر راضی باشم آستانی باختر سابق قرآن تپا از طرف دست چپی من نصرت الله از ناحیه 5 جماعت محور در بین هر دو پهلوانا یک ادیار کاری کلان با گوشش نمیبینی ایلوه میشه صدردین جماعت محور رحمت الله جماعتی به نام کبود سیفالدین در بین هر دینا یک کمپلک کاری کلان گوشی نیدیم محبت جماعت آزادگان در بین هر شو یک کمپلکس کاری کلان در اکبر اشتاک کن وره اشتاک کن اینجا بیا خیلی خودت بیا ورمون بسته اینجا بیا خودت خیلی خب برادر عزیز خیلی در اینجا لباسته شیدگیه از همین سبب با جوش و خب مرحمت بشینی اولی ای بچه خب شما رو کدستی طرف دست راستی من صلاحی برادر عزیز حکای نور دههای سفیدوران از طرف دستی چپ من محدین خب ناحیه شمسی شاهین سابق شوراباد در بین هر دی بشینید از این حالا نه رابط دارد اکن حاجی یک قولی خطاتگی جبرائیل حلال سالم شبگی برش کسی میاد بیاد خب از طرفی حلال پرتاتگی پلوان با حکمی دوار یک کمپلک بهردین دههای سفیداران حلال به حکم دوار وزن شچه سالم شد برید چوب خیزه هو لا برید لا خب از طرف دستی راستی من بختیار از جماعت شهرک از طرف دستی چپی من
رفلت یک کمپلیت یا اوتکی که اینو میخدم ایلوا. خب بشینید از میون بشینید. اکای نور فقط دیگه کسی غلبه منه دیگه خیلی روی نکنه دیگه کسا دروغه اینجا دو جبرایی این دورات خب چی دارید امید جان از جماعت آزادگان در بین اینا به حکم اکای حاجی یک سلکه کار کلان اکای حسن قبول کن بره پیش اکای حسن جماعت نور وحدت یکم دوشونه یک کمپلیت کار کلان بشینید عقیبی بشینید همین بشینید پرتافتگی علیم خون حلال با حکمده میگه که دعاش بده یک کسی که خطی میگیره دعیه ما حق پدری هم داریم برای ما خودت برادری یک کسی که بنامش کسی میبره بگیره بعد دعاش میدیم یک آدم کسی میگیره مرحمت اینه وضع شبیه تنبیه امانی باشه خرطاندی باشه همه وقت آمین خداوند همه شما را به مرای امی حاجی کنه و بهترین نعمت ها به امی حاجی گاه مالدار میکنه و همه زندگی نصیب کنه الله اکبر الله اکبر خداوند یک کس رو چطور همه برابران کنکورسی غیر نوبتی هر مصرع شعر هر همی غزلا به تایی میخونن اگر میشه کسی که بدونه میه های کدوم شاعر کلاسیک میگه توفای خوبتری را در دستو میگیرم تولیت را بینید سه غلبه نازنین دارد از طرف دستی چپی من علی از جماعت آزادگان در بین هر دنیا یک سرکه کار کلان کفتوبی شما یک کفتوبی فرمان بچه التماس اکای جان دستت 150 پوی جاو اکای نور این مدرک پهلوان نیستن یک پهلوان خوبی ناحیه 5 رحمدین ناحیه تیمور ملک بحردین ناحیه 5 در بین هر دی پارلمان ها اکا حاجی یکم دوشونه این دیم سر یک کاری کار کلام شید از این آنه ایجا دیگه برادر عزیز این همه اشاره جبران خدا پروردگار حفظ حمایت کنه مرحمت همین وزنی خودش کلون باشه نمیموش آخرین دست شای 55 کیلو تنانش از جماعت شهرک خب مالی دولت شو ای نوری وحدت در بین هر دیا حاجی جون یک پیلسازی چند کشک خدا اقبال شده اولاد بر بشینید از این انتی بشینید برادر عزیز از طرف دست چپی من امر یزدان که یک غلبه نازنین دارد اگون از طرف دست چپی من دولتیار از جماعت جیهون به نام هر دیا یکم دوشونه یک کمپلیت کار کلام بشینید خیلی بچه خیلی نمیگیری اگر خیلی نمیگیری خیلی علم خون اینه دابر علم خون کسی نگیره دیگه همه جواب ده خیلی معرکه بیرون چی در معرکه بیرون ده خب برادر عزیز اکبر شاه با حکم داور حلال مرحمت سالم شاه بگی
لبا یکم ها شفی تمام و شفی اینا در پیش اومدن پیش خب حبیب حکر هم اکا خودت باید دیگه اگه تشکر نمینه اینجا های شکر خوش آمده نور دیده تاجیکستان قدمات مبارک بگردن خداوند برادر عزیز چخیلی گفتم دو مصر غزل میگم دوامش کسی که بدونه این توفه نازنین میگه که دو مصر شعرش میگه همین کدوم بزرگی خدا گفتگیه دن چرا غم میخوری از بحر مردن مگر آنان که غم خوردن نمردن پیرو از کنج قبرستان گذار کن ببین که مردگان با خود چی بردن او هم کلیه کن تو برای علم رحمت بشی جوانی امیدبخش ناحیه پنج زیاده از 40-50 تا مرید شاگرد دارد استاد ورزش تاجیکستان مرحمت بنامش کسی ببره 65 کیلو وزن دارد بشید از می جماعت محور سراج الدین ناحیه جیهون دیم دست امری را یک دیویدی کار کلام شینه این همنامی ما را این برادری ما را طلبه امی هم خواهد برآمد از باختیار خودش حضرت جان از جماعتی به نام کبود سیفالدین یک کفتگوی شما با این نوم ایشان گرفتن هر کس هم حربت غیرت نمینه خداوند در بین حد اینا یک نان پزک یعنی دو خافکه بشینید از من باختاری که نور یگان کسی نیاد هیا کسی پرتاتگی پهلوان با حکم داور حلال پهلوان ناحیه 5 از طرف دست چپ من رحمدین ناحیه کمر ملک یک تا درنگ داره در بین شو پهلوان خوبه که حاجی یک قالینی کار کلان یک قالینی کار سلطان جماعت آزادگان ناحیه 5 در بین هر دی پهلوان یکم جهانگیر یک کمپلیت کار کلان یکم دشونه بانوی چرم بلونگیش یا نباریگه یا کمپلیت یا نبار بشینید عقیبی دیگه نیاره دیگه پرونه مدن اکای نورد گیه میگه یک بغل نمی سیمومی بیجه کی چین دوری؟ خب برادر عزیز اینا خیلی اول اعلام کردم اکای خلقوزه رسانم در معرکه آمدگیه دم بگیه پهلوانای خوبی کلون برومد دعوتش میده دواری نکنه شما یک رسانم ما برای همین انتظام تو برای همین کسبگویی و دستگیری تو از طرف دست چپی من بهرالدین جماعت آزادگان دهه سفیدران که سه غلبه نازنین دارد بنامش قربان شاه جماعت محور ناحیه 5 اکای حاجی خب یک دیویدی یک چوب بایل او می شود تشکر ولی بری اخیو جودمان چین حلال همین پهلوانای همین خمایده حکت گرد دو میدیم همین محمد جان که 5 تا غلبه نازنین دارد خداوند تا نوروز دیگر را تا مسابقه های دیگر را در حفظ عصمت خودش نگهبانش باشه پروردگار به مانند پهلوانای دیگر جهان پهلوانش کنه و دعای شما الله اکبر شما دیگه بسه عزیز یک اعلان
همه اکای محمد اینجا بیا، اکای محمد، اکای نوم من موندگی بودن. همه بزا با افتخار والیبال بازان دهه‌ای سفیدرون جماعت ازدگان تحفه میکنن. یک از دیگه این خیر مرحمت برای بگی چیتا از ناحیه قبادیان یکم دشونه در بین هر پهلوانا یک تیفل یک کمپلیک خدا اقبال تو بدم. اکا حسن قبول کی یارا برید سایدور از ناحیه جلالدین بلخی، از طرف دستی چپی من صاحبدین ناحیه 5 در بین هر دینا یکم دشونه کرد. یکم دشونه مسئولیت نمیشه یا نمیشه در بچه‌که میداد داره همش دعا خدا پرنوازیگه نگهش داره. اولوغ بگ ناحیه رودکی مرحمت این خد قاماچه بی برادر عزیز دیگر پنجی و پنجی نمیگیرد. مرحمت مهمون دست اکا جواب دم گیدم شما یک خدمات نم برک برنه شما دیگه یوسف دوست بی خداوند تا ستواش همیشه در بین ما و شما باشد. از اکای روشن خواهش نکنید که این پهلوان مهمونا را ای روی وجدان ای روی خدا چخیره که در همه معرکه میگیم داوری کن که داور همه حق میجوید. حق به حق دار نرسد روز خدا در پیش است. ای خدا داورا بترسید. مرحمت از طرفی دستی چپی من اساسگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی از طرفی دست چپی من اکبرشاه ناحیه 5 اکنو همین جماعت رو زمان یکم دوشونه یک کمپلیت یک اونم چی اکا یا نبو تشک بگی اینا کیره رسول اعلان کردگی در میدان شهر هر دو مرحمت خوش آمدید کانال دیگر خوش آمدید. پرویز جان که یک تا غلبه دارد به نامش سلطان ناحیه 5 یک کم می شود. خب پرویز یک تا غلبه دارد حاجی یک قانونی کاری کلان مهمان های دور نزدیک اومدگی خوش آمدید. خب برای عزیز هر چود رنگ بیایی پیش دوباره برید. همه برای خیلی گفتیم که از ناحیه رودکی و شهر دوشنبه پهلواناش اومدگی استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اکای مستقیم به اعتقاد یک حرف می شود همه پنج یک خدمت کنن حالی داور اکای میرزا امی یک کمپلیک یا اتوب به ایشون رو میشن
چالی یکون شب یکم شادمان